مصیبت. هیچ مصیبتی مصیبت نیست، ولی وقتی خودمون رو میبازیم هم خوشی هم مصیبته. درسته؟ وقتی که ظرفیت نداریم هم خوشی هم ظرفیت خوشی هم نداریم. طرف 5 وقت نمازش ول نمیشد، رفت قاچاق کرد میلیاردر شد. یک بار مشروب میخورد دیگه نماز نمی آمد، دیگه وقتی پیک میزدن میگفت به سلامتی خدا. نماز 5 وقت نماز صبح ول نمیشد. وقتی پول آمد تو زندگیش ظرفیت که نیست. الان یه دوچرخه‌ای سوار، دنداناش هم همه ریخته. یه دوچرخه‌ای فقط سواره، نمیتونه خودش هم استفاده بکنه، نمیتونه بخوره، نمیتونه ماشین خوب سوار بشه، نمیتونه خانه خوب داشته باشه، نمیتونه امنیت و آرامش داشته باشه. بچه‌ها هم هر کدوم به یک طرف